به نام خدا، با سلام. با شما هستیم با آموزش دیگری از گروه سیناس. امروز میخواییم یکی از نکات کلیدی نرم افزار اتوکد تو حیطه نقشه کشی صنعتی بهتون یاد بدیم. به قولی کار با لایه ها هستش، layers. میخواییم با لایه ها کار کنیم. یکی از مشکل که شاید بگیم یه نکته هست که برای خیلی نامفهومه، این که مثلا ما یه جدولی طراحی کردیم واسه نقشه کشی، دو بعدی رو آوردیم قرار دادیم، بعد اینکه پرینت میکنیم دو بعدی نشون نمیده. یعنی اینکه نقشه‌ای که آوردیم این قسمتی از پارتمون نشون نمیده. تو دیفالت پیشفرض نرم افزار اتوکد یه گزینه‌ای هست تو لایه ها به اسم دیف پوینتس که این اگه تو این لایه قرار بگیره، قطعی که داریم دف پوینت باشه، اصلا به هیچ وجه نشون نمیده. یعنی تو پرینت قابل نمایش نیست، یعنی یه صفحه فقط کد رو نشون میده. بعد تو این قسمت لایه ها میبینید که ما لایه ها رو نوشتیم، بعد تو نقشه دیگه لایه ها رو کد بندی کردیم 10A 10A BL 25 35 رنگ‌آمیزی مختلف، و تو این نقشه کد بندی نکردیم با اسم. مثلا لاینمون آبی رنگ، لیدر هامون سبز رنگ، هیدن لاینمون زرد رنگ و هچ خاکستری و سنتر لاینمون قرمز. تا حدودی سلیقه‌ای هست، ولی این رنگ‌آمیزی باز استاندارد خودش رو تو حیطه نقشه‌کشی صنعتی داره و طبق اون استاندارد باید ما رنگ‌آمیزی رو قرار بدیم. و اما چطور این لایه های ایجاد کنیم، ویرایش کنیم، ادیت کنیم و تعیین کنیم. برای مثال ما یه جدولی رو ترسیم کردیم، بعد ما میخوایم اگر این اول از همه اینو بگیم، لایه ها کار کردن با لایه ها تو حیطه نقشه‌کشی صنعتی اینه که ما میخوایم تفکیک کنیم، یعنی اندازه ها رو، یعنی موقعی که مشاهده میکنیم نقشه رو چشممون رو خسته نکنه، بتونیم اندازه رو بهتر، دقیق‌تر محلش رو پیدا کنیم و اندازه های دیگه با اندازه های تولرانسی ابعادی و هندسی و اینا فرق کنه و بتونیم راحت‌تر پیدا کنیم. ولی تو موقع پلات گرفتن، خروجی پرینتر، این که ما میخوایم سیاه‌سفید باشه. اگر رنگی هم باشه با لایه ها هم که گفتیم تعیین میکنیم موقع پرینت گرفتن رنگی باشه یا سیاه‌سفید باشه. پس یکی از کاربردهای لایه ها این که تو محیط نرم افزار اتوکد کاربرد داره که چشممون اذیت نشه و بتونیم راحت تر پیدا کنیم. و تو خروجی نرم افزار هم که تو موقع پلات گرفتن هم لازم میشه گاهی اوقات. و تو قسمت هوم، سربرگ و هوم، تو قسمت لیرز همینطور که میبینید آپشن های مختلفی داره. لایه هایی که ما ایجاد کردیم مشاهده میکنید و هر کدوم اینا نشون دهنده یک لایه ها هستن. برای اینکه یه لایه ایجاد کنیم میریم قسمت layer properties و تمام لایه ها برامون باز میشه. تو قسمت اول آموزش که گفتیم دف پوینتس، میبینید آیکون پرینتر نشون نمیده، به نوعی خاکستریه، ولی بقیه نشون میده. این نشون دهنده این که اصلا دف پوینت رو بذاری اصلا نشون نمیده، به هیچ وجه نشون نمیده تو پلات گرفتن. پس اگه لایه‌تون تو قسمت دف پوینت باشه نشون نمیده، مشکل از نرم افزار اتوکد نیست. بعد کت مشکل نداره، به نوعی کرکش مشکل نداره. بعضیا میگن نرم افزار کرک شده است و فلان و اینا،
نه، لایه‌تون اشتباهه. باید لایه‌تون رو ایجاد کنید یا صفر بذارید. مثلا برای مثال set line رو مثلا red گذاشتیم، صفر رو برای خود قطعه گذاشتیم که واید. همچنین برای اینکه یه لایه ایجاد کنیم، اینجا یه گزینه هست نیو لیر. ما کلیک میکنیم، یه لیر ایجاد میشه، اسمشو میذاریم. برای مثال وایت رو که گذاشتیم، درسته یه وایت دیگه هم میزنیم، وایت سفید، یا اصلا این باشه برای خطوط مثلا لاین که داریم. برای مثال تکس لاین. خب تکس لاین میزنیم، بعد رنگش هم مشخص میکنیم. رنگش رو که مشخص میکنیم اینجا، مثلا برای مثال تکس لاینمون میخوایم حدود RGB هم نشون میده، کداشو قسمت نزدیکتر به زرد باشه. بعد اینجا میتونید تغییر بدید قسمت RGB و HSL، باند مثلا RGB باشه. بعد قسمت کالر بوک هم که انواع اقسام کتابخانه رنگ‌آمیزی مختلفی رو داره، میتونید تو باند RGB نذارید، CM وایکای بذارید، بعد باندهای مختلف. برای مثال ما زرد انتخاب کردیم. به همین جهت خب ما یه لایه ایجاد کردیم، بعد رنگش رو قرار دادیم. بعد اینجا لاین تایپش کلیک میکنیم، انواع اکثر لاین تایپ ها میاد، انواع خطوط. برای سنترها که خودش دیفالت نرم افزار داره، 2x یعنی 2 برابر سنتر معمولی، میتونید که پیوسته است و به صورت دش دات هست، دش دات، بعد دش و هیدن و فانتوم. میتونید یکی رو انتخاب کنید. برای مثال ما میخوایم خطوط تکس لاینامون کنتینیوس باشه، پیوسته باشه. بعد میخوایم یه خطوط دیگر اضافه کنیم، میتونیم تو قسمت لود بیاریم یه خطوط دیگر رو اضافه کنیم. تو کتابخانه خود پیش‌فرض اتوکد هست، یا میتونیم یه فایل رو بزنیم آدرس دهی کنیم، یه خطوط دیگر رو اضافه کنیم بهش. خب من اوکی میزنم، کنتینیوس انتخاب کردیم. و ضخامت لاین ویت رو من میارم روی 35 صدم انتخاب میکنم. بعد شفافیت و بعد توضیحات هم میتونیم اضافه کنیم. این قسمت هم میتونیم گفت گذاری کنیم. مثلا من کادر جدول رو نمیخوام مثلا دستم خورد تغییر پیدا کنه یا اینا، ما میایم این گزینه رو فعال میکنیم، گفت میشه دیگه، تغییر ایجاد نمیشه، نمیتونیم اینجا تغییر ایجاد کنیم. همین راحتی میتونیم گفتش کنیم. بعد نشون نده، همینطور میبینید فریز شد، نشون نمیده. بعد اینم که هیدن شو هستش دوباره. این گزینه رو کمی این قسمت فریز میکنه، این قسمت آن آف میکنه. این قسمت فریز میکنه یعنی قابل حرکت نیست و کاملا فریز میشه، به نوعی منجمد میشه. بعد دیگه نمیتونیم دستکاری کنیم. و همچنین تو قسمت آن آف خاموش روشنه، نمیتونیم ببینیم. لاک هم که کلا گفت میشه. و پرینتر هم که این قسمت پرینتره، ما مثلا میخوایم این کادری که لایه‌مون که ایجاد کردیم، تکس لاینمون میخوایم تو پرینتر نشون نده. اینو تو قسمت یه بار روش کلیک کنید، حالتی قسمت نشون میده، یه تو پرینتر پلات نشون نمیده. و همین راحتی ما یه لایه ایجاد کردیم به اسم تکس لاین، بعد رنگش انتخاب کردیم، نوع خطوطش رو و ضخامتش. و همین راحتی شما یک لاین ایجاد کردید. ما میخوایم تو نقشمون این قسمت ها مثلا، البته این حالت اکسپلود بزنیم اینو، مثلا این قسمتی از نقشمون رو ما میخوایم این لایه‌ای که ایجاد کردیم باشه. برای مثال تکس لاین
همونطور که میبینید این لایه‌مون رنگش تغییر کرد. برای تغییر کردن این لایه شاید تغییر پیدا نکنه. البته این تکسلان، خب تکسلان درسته. خب البته این پیشفرضمون حالت لیدر هسته، به خاطر همون قسمت لیدر رفت. ما برای مثال دوم لایه‌مون رو تغییر میدیم. لایه تغییر دادیم، این زرد شد. این قسمت تو پروپرتیز نشون میده ما وقتی که لایه‌مون رو انتخاب میکنیم شاید تو حالت بای بلاک باشه. اگه قسمت بای بلاک باشه ببینید بای بلاک نشون نمیده، ولی در حالی که ما لایه‌مون رو تو تکست لاین گذاشتیم قرار دادیم. به خاطر همون اگه بیایید ببینید مثلا یکی بگه من تکست لاین گذاشتم لایه‌مون رو ولی نشون نمیده. بله نشون نمیده چون شما تو قسمت پروپرتیز بای لاک گذاشتید، اینو بای بلاک، باید اینو بای لیر بذارید. همین راحتی اینجا میتونید خطوط رو دوباره تنظیم کنید. خطوط به این لایه ها ربطی نداره. اینو برای مثلا تنظیمات خود اولیه تو قسمت لایه ها قرار دادیم، ولی تو قسمت که ما میخواییم تمام لایه ها این اتفاق نیفته، فقط این قسمتمون ضخیم بشه، از اینجا انتخاب میکنیم، بعد نوع لاینمون رو هم انتخاب میکنیم. اگه از این قسمت لیر پروپرتیز انتخاب کنیم تو این قسمت کلا عوض میشه. کل لایه هایی که زرد رنگ انتخاب کردیم کلا تغییر پیدا میکنه. بعد تو قسمت لایه ها که اینم گفتیم، بعد موقعی که پرینت میگیریم پلانت بگیریم اینم بگیم تو لایه ها تو قسمت پلات استایل تیبل یه مونوکروم هست که سیاه سفید نشون میده. این قسمت بذاری کلا سیاه سفیده، یعنی رنگی نمیشه. نانو بزنی که همون رنگیه. بعد پلات استایل های مختلفی هست. دیفالت خود شرکت اتودسک، اتوکد، نرم افزار اتوکد. بعد گری اسکیل هم داره. بعد شیت های مختلف نیو هم میتونید ایجاد کنید. بعد برای مثال من این قسمت رو میگیرم، بعد اینو میخوام نشون بدم به صورت نام. خب به صورت نام فیت، بعد میخوام پی دی اف باشه، سایز رو انتخاب میکنیم. بعد پریویو که نشون دادیم، چون ما حالت نام گذاشتیم این رنگی نشون میده، همونطور که میبینید رنگیه. خب این قسمت ها ما میایم چیکار میکنیم؟ این قسمت ها میخوایم سیاه سفید کنیم، میایم مونوکروم رو میزنیم، میگه از این تو تمام لایه ها شامل بشه، میگه بله. خب بعد تو قسمت های دیگه هم که لایه ها میتونید تغییرش بدید، آن آف رو بزنید، فریز رو بزنید، کفر رو بزنید و آپشن هایی که تو قسمت لیر پروپرتیز داشتیم از همجا میتونید کنترل کنید به همین راحتی. بعد قسمت لیر استرت هم که میتونید اون قسمتی که میخواید موقعیتش داشته باشه رو نامگذاری بدید، توضیح بدید. مثلا این لایه رو میخوام فقط واسه نقشه خاصی اوکی بزنید، بعد اونجا خودتون انتخاب کنید جایگاه لایه ها رو. بعد به همین راحتی میتونید لایه ها رو تغییر بدید و ایجاد کنید. موفق باشید.